dostoni uzun, bo'ynimda taqdirning arqoni uzun. Dunyoda eng g'amgin nimadir bo'lsa, undanda g'amginroq kuy mening ko'nglim. Bog'lar orasimas, tosh orasida, kunduz yorug'mas, tun orasida, mehr faslidamas, qahr faslida, bemahal gullagan gul mening ko'nglim, mening ko'nglim. Kelaman bir kuni baxtning esiga, ishim tashvishlarim tushar iziga, aylanaman bir kun bahor qiziga. Muhabbat. Nur mening ko'nglim. من دیروز یزنم رو در محله همسایه با نصیبه دیدم. فکر میکنم آنها با هم زندگی میکنند. اگر خودتان رفته بینید باوری حاصل میکنید. شرم نمیداری؟ تو چه خیلی آدم هستی؟ از کجا تو با ما دردی سر شدی؟ اینجا میایی و به شوهرم تهمت میکنی. میخوای عائله ما رو ویران کنی. دروغگویی تهمت چی؟ چیزی شنیدن نمیخواهم. دختری رزیل. رفیق من میخواهد که محبت با پسرش ازدواج کنه. او به بلاغت رسیده است و من نمیتوانم که او را نگاه بین کنم. اگر فردا یگون اتفاقی افتاد، من چون پدر چخل سرم رو میبردارم. ولی دادرم از حال من با خبر شد. وقتی آن شد که کلین حولی را رو بچین کند. کلین باید بر وقت از خواب خیزد. وقتی چای نوشیدن هم رسید و تو در خوابی غفلت فرو رفته ای. تو باز در خواب موندی. حتی شرم نمی کنی. این چی گپ است؟ کلینی خانه؟ کو با من نگر؟ شرم نمی داری؟ زود ستیل را گیر و رفته چای مان. از خسورت بپرس شاید چیزی خواهد. از کجا این تراشه بر سرم افتاد؟ محبت؟ 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 قسم هفتم. ای ازم کجاست؟ باید در خانه باشد. در خانه باشد پس آماده شب نزد خویشانمون می رویم. خوب شد است مادر جان. ازم جان شما چی کار میکنید؟ نمیبینی؟ حالم بد است. شمال خوردم. آخر شما به خودتون چه زن میزنید؟ دهانت را پوش. گفتم که حالم بد است. سرم درد میکند. رو کاری خودت را کن. مادرم گفتن که نزد خویشانمون می رویم. شما لباس عوض میکنید. من لباستان رو آماده کرده در جوان آویختم. من هم رفته آماده میشوم. رفت. پسرم همسرت کجاست؟ دست و روشویی رفت. مادر آماده می شود؟ خوب تو هم آماده شو. به خانه خاله دیر نکنیم باز. شد. خوب؟ بسم الله. اوه تنبلی لندهور بعد از خود حتی چراغ را خاموش نمی کند. همه جا چراغ ها روشن. آخر او پرداخت نمی کند. پولی همش را باید خودم پرداخت کنم. کلین چرا چراغ را پس از خودت خاموش نمی کنی؟ آخر روزی روشن است. مادر جان خاموش نکنید من در داخلم. سزایت همین اکنون همانجا خواب برفت. کلین بیا بیا گذر. بیا. عمرت دراز باد. خوشبخت باش. صاحب فرزندان زیاد شو. براستی خیلی زیبا است. خوشبخت باش دخترم. عمرت دراز باد. سلامت باش.
دخترم با ما یک چای گرم دم کن. حاضر مادر جان. یک چای نغز دم کن. خوب کلین. خوب شده است. کلینی خودم. السلام علیکم. و علیکم السلام. وای محبت این تویی؟ ریحان هم صنفت؟ ما یک جا می خوندیم. چی حال داری؟ خوبم. چای سیاه در کجاست؟ منه. اینجا. تو خیلی زیبا شده ای. تشکر. تو تحصیل رو ادامه دادی؟ بله. فقط تو بیهوده تر که تحصیل کردی وگرنه نامه کمال می گرفتی. کلینتون چند سال است؟ کلینم 15 سال است. از حد زیاد جوان است. آخر هنوز کودک. او به فکر من با بلاغت نرسیده است. برای زن بودن حالا نارسید است. شما چه ها میگویید؟ خدایا توبه. چرا سقسطه میگویید؟ توبه جوان باشد چی؟ به گردن پدرش چی بار شود مگر؟ میدونید وقتی که من گفتم که میخواهم پسرم را خانه‌دار کنم، عروسها برای همسری پسرم شدن نوبت ایستادند. از این بعد اگر من پسرم را 10 بار خانه‌دار کردنی شوم هم هر یک نفر میخواهد که دخترش را به زنی دهد. انا کلینی پیشترم. پس از طلاق در خانه نشسته است و به کسی لازم هم نیست. اکنون او را کی به زنی میگیرد؟ شما یک به پسری من نگرید. انا بعد گپ زنید. آدمان برای با من خدا شدن نوبت ایستادن. گیرید نوش جانتون. مرحمت گیرید. کلین بودن چی طور است؟ خوشبخت هستی؟ خوشبختی برای من این نزد مادر بودن و تحصیل کردن است. خب من میروم. آخر کلین بودن خیلی عجیب است. هر روز سر و لباس رنگارنگ میپوشی. یگان چیزی عجیب نیست. تنها تو چنین فکر داری. وای خدای به تو باز تر کردی. من ستیل را برای چی اینجا گذاشتم؟ آی کلین محبت اینجا بیا. مرا صدا کردید مادر جان؟ بردار را بردار. 1 2 برداشتیم. بالا پاش را گیر. خدا جانم بوی بد را بین. بیزار کردی. از کجا به سرم افتادی؟ از دستی تو بجان آمدم. ستیل رو چرا اینجا گذاشتم؟ چرا؟ بیا لباست را عوض کنم. محبت کرپه را بیار. آنجا آویزان است. انا بگیر آخر. برده نزدک بشوی. توبه کردم. با بالای همش خداوند به من یک کلینی بی دست و پنجه را نصیب گردانید. همش گناهی توست. باز یک کلینی نااهده برا رو به سرم بار کردی. خاک به سرت. دفعه دیگر سری وقت صدا کن. خدا جانم جانم جایگهت را تر نکن که طاقت این بوی را ندارم دیگر. به خسوری بیچاره ام رحمم می آمد. به جز من کسی او را نگاه و بین نمی کرد. من او را می خوراندم. برای قضای حاجتش کمک می کردم. هفت ماه پیش از آن که من به خانه آنها کلین شده آمدم. خسورم از روی زین پایه ها افتیده ستون مهرش آسیب می بیند. حتی پایهایش از کار می ماند. پدر جان، من برایتون شوربا آوردم. بچشید. من خودم حاضر به شما می خورانم. رحمت.
کجا شد؟ محبت داروهایم کجایند؟ ای چند بار تو را صدا کردم گوشایت نمیشنوند. شما کی اومدید؟ داروهایم کجایند؟ دارو کدام داروها؟ به سری زند داد نزن. داروهایم را کجا من موندی؟ ندیدم. من به تو میگویم که داروهایم کجا شدند. به دخترم من گفتم داد که نزن. ندیدم. ای شما دخالت نکنید. خودت را به نادانی نزن. حاضر خود رو که پدرم رو دهم. زود خز داروهایم را پیدا کن میگویم. خز از جایت. داروهایم را پیدا کن ابله. زود باش داروهایم را پیدا کن. دمتان را گیرید. کلینم را نزن. پدر جان باید خوراکتون بخورید. دخترم رحمت تو باید از این خانه بروی دخترم. درباره خودت و نبیره هایم فکر کن. برو از اینجا. اینجا مانی خار میشوی. از دستم هیچ چیز نمی آید. افسوس که به تو کمک کرده نمیتوانم دخترم. پدر جان من به کجا روم؟ پدر و مادرم درگذشتند. کی مرا قبول می کند؟ خدا مهربان است. راه حل همیشه هست. پدر اندر داری، تقوا داری. اینجا هر گل پژمرده می شود دخترم. پدر جان اگر من روم شما را کی نگاه و بین می کند؟ نه من شما را پرتافته رفته نمی توانم. درباره من فکر نکن. من در بری شما خواهم بود. پسرم با او دست نرسان. با دخترم دست نرسان. دست بردار. از او دست بردار. حاضر گرم می شویم. هوا اینجا خیلی عالی است. از آن خوشم می آید که اینجا روزهای گرم و شبها خنکند. هرچی که آنجا تحمل کردم دهشتناک بود. بهترش که عموماً به دنیا نمی آمدم. وقتی که شوهرتان شما رو میزد خوشدامنتان کجا بود؟ کمکتان نمی کرد؟ خوشدامنم او درونی اتاق می نشست و تلویزیون تماشا می کرد. صدای تلویزیون رو بلند می کرد و وانمود می نمود که چیزی رو نمی شنود.
مادر جان شرو مرا ترک کردی. من اکنون نزدیکی بیروم. از کی کمک پرسم؟ درباره تقدیری بدم به کی بگویم؟ سرم را روی زانوی کی بمانم؟ چرا مرا تنها گذاشته رفتید؟ پس از این من خانه شوهرم را ترک کردم. مدت کوتاهی نزد تقایم زندگی کردم. آنجا هم برای من جای نبود. تقایم کمک کرد تا صاحب نامه کمال شوم. من به دانشکده داخل شدم. کار می کردم و هر روز درباره کودکی که در بطنم بود فکر می کردم. بعد من در خانه اپام زندگی کردم. هر روز جنجال بود. یزنم شراب می نوشید و هر چیزی را بهانه کرده با اپام جنجال می کرد. در همه مورد من گناهگار بودم. چون که خواهری حامله دار را راندن ممکن نبود. محبت؟ لبای اپا من اینجا. بیا من اینجا تخم جوشانیدم. آخر تو گرسنه‌ای؟ خوب ببین کی آمده است. یزنت آمدگیست. در رو کشو. السلام علیکم. تو همینجایی؟ خواهرت کجاست؟ در آشخانه. حاضر جیغ میزنم. گوش کنی به من چای ده. آنا خودت بگیر. چی خوراک پخته ای؟ مشابه. چرا مشابه؟ از یک کارتوشکا باز چند پختن ممکن است؟ دملمه پس. چیزی که آوردید همان رو پخته موندم. ای محصولات را باید صرفه‌کارانه استفاده کرد، فهمیدی؟ آن وقت به 1 ماه میرسد. برای ما به 3 روز هم نمیرسد. برای شراب نوشی پولتون هست، برای محصولات نیست. ای گوش کن، من با پول خودم می نوشم، فهمیدی؟ پس برای خانه هم یگون خوردنی بیارید. همه اتون با دواهایتون مرا جان بیزار کردید. مدام مادرت از چیزی ناراضی است. خواهم تو را هم از اینجا بیرون میکنم، فهمیدی؟ این خانه مادرم است. ای گوش کن احمق، تو حق نداری با من چنین گپ زنی، فهمیدی؟ حق نداری درباره مادرم چیزی بگویی. حالا میکشم. بکش، اگر توانی بکش. نه به تو چی کار کردی؟ نابکار آخرین آبی جوشیدگی هست. اپا جان چی شد؟ اینجا بیا. تو به همش گناهگار. از تو فقط دردی سر به خواهرم، من رها میرسد. کن، به دست گم شو نرسان. از اینجا، گم شو بگویم. اینجا بیا. از زین پایه ها افتیده من خیلی سخت ترسیدم که کودک بطنم را از دست می دهم. اما خدا بزرگ است. کودکم را حفظ کرد. با او چیزی نشد. همسایه ها بیرون آمدند و ملیسا را جیغ زدند. اپام را به بیمارخانه بردند. پوستش سخت سوخته بود. اپام از بالای شوهرش عریضه شکایتی ننوشت. گفت که تصادفاً آبی جوشیده ایستاده به بالایش ریخته است. در این میان احوال خسرم بدتر می شود و من به خانه خوشتامانم برگشتم.
assalomu alaykum. وعلیکم السلام. پدرم تو را پرسید چرا؟ برایش خوراک بپس. چی بپزم؟ ارد بریون پس. خب من رفتم. خب رفتم. آن روز من برای خسرم خوراک آماده کردم. Atlaqa berdim. او خیلی خوشبخت بود. وقتی که مرا دید در چهرهش تبسم پیدا شد. پدر جان، من نتوانستم خوراک را بر وقت‌تر آماده کنم. او یک قاشق هم به دهان نبرده جان به جبار سپارید. خسرم مرا انتظار بوده است. میخواست چیزی به من بگوید اما فرصت نیافت. خسرم را به خاک سپاریدند. بعد از مدت درد تولدم خروج کرد و من تولد کردم. من هنوز 16 ساله نشده بودم و شناسنامه هم نداشتم. با واسطه شناسان ما کودک را به نام اپام ثبت کردیم. اگر ما این کارو نمی کردیم شوهرم و پدرم را به محبس می شنانیدند. 15 yoshli با مدت voyaga 15 yetmaganga سال uylangani uchun با erimni جرم گمراه سازی دختر o'gay نابالغ otamni پسرم را الهام نام گذاشتیم. 15 روز من در بیمارخانه بستری بودم. شوهرم باری هم با عیادت من و کودکم ای نآمد. زود باش، شتاب کن. زود باش، زودتر باش. ای زود باش. حاضر. زود باش، بیدم. زود باش میگویم، زود باش. اگه اعظم تینجی است. پاسمان بیدار شد. چی کار میکنیم؟ نزدی بچه ها خرمی اوزم تیچتم چون دیمه آره. زودتر باش. حاضر.
ҳангоми таваллуд ман қариб мемурдам. шавҳарам бошад дар ин замон бо дуздӣ машғул буд. пас аз он ки маро аз таваллудхона ҷавоб доданд, ман кӯдакамро гирифта ба назди холаи ҳосилаам рафтам. ҳамон рӯз дар хонаи холаам тамоми хешовандонамон ҷамъ омада буданд. хӯрок кай тайёр мешавад? ҳозир тайёр мешавад, каме дигар монд. аллакай 2 соат шуд нишастаем. марҳамат, чой бинӯшед. Xola. Voy. Assalomu alaykum. биё муҳаббат. имрӯз ҳама ҷамъ омадан. гузар, нишин. ту чӣ ҳол дорӣ, духтарам? Ташаккур, хубам. шумо чӣ тавред? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsiz. Siz yaxshimisiz? биё, нишин. апа, як дуо кунед. Qani ilohomi. Tinchlik бигзор дар ин хонадон тӯю тамошо шавад. худо кунад ки ин тифл сиҳату саломат ба воя расад. ҳама хушбахт шаванд. omин. хуб ҳастӣ? хубам, ташаккур. salomon qutulib oldingmi? Yaxshi, shukr. хуб ҳастӣ муҳаббат? Sizmisiz, Sevgi? хубам, ташаккур. Yaxshi, rahmat, yaxshi. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi keldim. Olinglar. Obod. марҳамат, ба дастархон нигоҳ кунед. Keling. Oling. Qani. кӯба манде? Opa, choyingiz bormi? ба кӣ монанд аст? Mana choy ich. Rahmat. ба кӣ монанд аст? ба кӣ монанд мешуд? албатта ба мо. аз авлоди худамон. мана бигир. Bismillahir Rahmanir Rahim. Voy. ин қадар ширинак аст. чашми бад аз ӯ дурбод. бубин чӣ тавр хоб аст. Assalam. аз таваллудхона кай баромадӣ? Bugun ҳамин рӯз. voyagina. тинҷӣ аст? чаро танҳо омадӣ? хушдоманам ва шавҳарам барои бурдани ман наомаданд. худам баромада ба ин ҷо омадам. холаҷон, мумкин аст ман назди шумо 3-4 рӯз зиндагӣ кунам. рафта чой дам кун. тинҷӣ бошад, апа? Opa. худам намедонам. мушкилоте доранд. чаро хушдоманаш барои бурданаш наомадааст? ҷангу ҷанҷол кардаанд. ман наметавонам ӯро назди худ бимонам. ту худат медонӣ шавҳарам чӣ гуна одам аст. хузурам ҳам зид мебарояд. шояд назди худат мегирӣ. ақла дар ҷояш? бо 4 фарзандам боз ин 2 нафар намерасид. апа, бо кӯдакаш шумо ӯро назди худатон гиред. Voy. ту чиҳо мегӯӣ? шавҳари маро намедонӣ магар? ӯро чашми дидан надорад. хонаводаи ӯ маро чӣ қадар асабонӣ карда буд. ту фаромӯш кардӣ? қариб хона вайронам кунанд. бигзор ба хонаи худаш баргардад. ин хел бошад, ман ӯро назди худам мегирам. янга, чиҳо мегӯед? ақлатон дар ҷояш? чаро ӯро назди худатон мегирифтед? аз акам пурсидед магар? шумо умуман дахолат накунед. ман дахолат накардам, аммо рӯҳи апаи ҷамила ноором мешавад. духтарашро хеле дӯст медошт. шумо дахолат накунед. назди холаҳоям рафта будам. онҳо ҳамашон маро ронданд. гуфтанд ки бирав. ту ҳанӯз ҳам ба умеди онҳо ҳастӣ? онҳо одамони хуб нестанд. чаро якбора назди ман наомадӣ? ту худат медонӣ ки шавҳарат маро чашми дидан надорад. нахостанд ки боз ҷангу ҷанҷол шавад. чаро гирья мекунад? сер намешавад. шир надорам. шират меояд? не.
ҳозир сабр кун. ана инро бигир ва рафта аз мағоза шир бихар. бирав. бирав, чаро истодаӣ? ман худам бо ҷиянчаам менишинам. ором, ҷони ман, ором. келин, баргаштӣ. ассалом, модарҷон. ман омадам ва набиратонро ҳам овардам. хеле пазмонатон шудем. тавба кардам, нахот рост бошад. ту сабуксарӣ дар ба дар, гоҳ инҷо, гоҳ онҷо, хостӣ меоӣ, нахоҳӣ меравӣ. ин писари ман. ба куҷо меравед? ҳоламон бе шумо чӣ мешавад? гӯш кун. пас ту ҳам чизоятро ҷамъ кун, ҳамроҳ меравем. хуб, фақат ба модарам мегӯям? не, ба модарамон чизе намегӯем. фаҳмидӣ? шитоб кун. ман дар берун мунтазир мешавам. зуд бош. филм соли 2022 дар муассисаи давлатии телевизиони синемо ба забони тоҷикӣ тарҷума ва дубляж карда шуд. коргардон ва муҳаррир ҳилол умедпур. тарҷумонҳо мушарраф хоҷаев, дилхоҳи нозиршоҳ, бароҳат шукурова, баҳром сайфиддинов, қандил мардонов ва ситора фозилзода. ба нақшҳо овоз додан малоҳати абдулло, ғаниҷон олимов. танзимгарон зуҳрои муҳаммадӣ, соил иқболшоев. ровӣ далер ҳасанзода. پایان قسم هفتم.